که یکی از مصیبت و بدبختی هایی که امروز متاسفانه امت اسلامی گرفتار اون هستن، خوف از غیر الله سبحانه و تعالی است. والا دعوت نکن که من حکایت تقریبا حدود 25 سال قبل است، دقیقا 25-26 سال قبل است، تازه شروع کرده بودم کارهای دعوی را. شاید دوستان عزیز شنیده باشن نوارهای فردا کجا خواهیم بود، ای که از نماز غافلی، حجاب خواهر مسلمان، سیرت خلفای راشدین. تازه این نوارها ثبت شده بود و با صدای من پخش می شد. خیلی از علما دعوتگران، از علمای واقعا بعضیشان فوت کردن، الله متعال رحمتشون بکند، آمدن نصیحت کردن که پسرم این کارا رو نکن، میبرنت، میکشنت، ترورت میکنن، فلان میکنن. از اون تاریخ تقریبا حدود 25-26 سال گذشته. خیلی از اون کسایی که منو نصیحت میکردن خودشان رفتن، نیستن امروز. یکیش در تصادف رفت، یکیش زیر بمباردمان شهید شد، یکی به مرگ طبیعی مرد، یکی سکته کرد. ولیکن الله سبحانه و تعالی قبول بکنه در طول این 20-25 سالی که از ما در راه دین استفاده کرد و این یک نعمت خیلی بزرگی است که الله سبحانه و تعالی از بندگانش در راه دین استفاده بکنه. ما نباید منت بگذاریم که ما دعوتگریم، ما عالمیم، ما فلانیم، ما خدمت کردیم. ما نباید منت بگذاریم، بلکه الله بر ما منت میگذارد که از ما در راه دینش استفاده کرد. من همیشه در جمع دوستان در شبکه وصال میگفتم الله سبحانه و تعالی رو شکر بکنید که امروز الله متعال از بین این همه عالم، این همه مولانا و مولوی و دکتر و نمیدونم دکترای حدیث و دکترای فقه و دکترای اصول دین و دکترای تفسیر و فلان، شما یک مجموعه رو الله متعال انتخاب کرده و نه از دیگرها خوشگل ترید، نه از دیگرها عالم ترید. این اختیار الله سبحانه و تعالی است که الله متعال شما رو اختیار کرده برای خدمت به دینش. این اختیار الله سبحانه و تعالی این نعمت بزرگی است، این منت بزرگی است که الله متعال بر ما نهاده. و این که نعمت دیگری که به ما داده این است که ما نتیجه عمل خود را در این دنیا داریم میبینیم. ما در 6 ماه اول در تلویزیون دیدیم که 10 نفر اومدن اعلان هدایت کردن. اخباری که از افغانستان، از تاجیکستان، از کشورهای دیگر برای ما میرسید که مردم دارن برنامه ها رو گوش میکنن، مردم دارن به سبب این برنامه ها به فضل الله سبحانه و تعالی هدایت میشن، بیدار میشن، جوانها دارن بیدار میشن، جلو یک مد قوی رافضه‌گری داره گرفته میشه. اینا رو که میشیدیم حقیقتا خوشحال میشدیم و این طبیعی است. الله سبحانه و تعالی میفهمد یومئذ یفرح المؤمنون، مؤمنین باید خوشحال بشن به نصر الله سبحانه و تعالی، به پیروزی الله سبحانه و تعالی، چه در ساحه جهاد باشه، چه در دعوت باشه. به دوستان میگفتم دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی حسن خاتمه نصیب ما بکنه و اینکه شکر الله متعال رو بکنید که شما در زندگی خودتون دارید نتیجه دعوت خودتان رو میبینید و این نعمت بزرگی است. پیامبرانی بودن که دعوت کردن، سالها زحمت کشیدن. نوح علیه السلام، سوره نوح رو بخوانید، هر دعوتگر باید سوره نوح رو بخونه یک بار. سوره‌ای که در اون الله سبحانه و تعالی داستان این پیامبر بزرگ رو برای ما بیان میکنه که چگونه
نوح علیه السلام در مقابل کفار صبر میکنه، چقدر اینها رو دعوت میکنه، چقدر در مقابل اذیت و آزار اینها صبر و تحمل میکنه، در مقابل حرف هاشون، در مقابل طعنه هاشون، در مقابل همه اذیت و آزارهایی که میرساندن و نوح علیه السلام با صبر با استقامت اونها رو چیکار میکرد؟ دعوت میکرد. حتی در سوره نوح، در اوایل سوره نوح اگر ببینید الله سبحانه و تعالی میفرماد که قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهار، شب و روز اینها رو دعوت کردم، فلم یزدهم دعای الا فرارا، هرچی اینا رو بیشتر دعوت میکردم اینو بیشتر از من دور میشدن. این سوره رو با تفسیر بخوانید آدم تعجب میکنه که چه صبری داشته این انسان نوح علیه السلام. 900 سال، بیش از 900 سال قومش رو دعوت میکنه. امروز دعوتگر ما یک روز اگر دعوت کرد یک کمی مشکلات و سختی ها دید دل سرد میشه، میترسه. امروز خیلی از دعوتگرها هستن خب چرا شما حرف نمیزنید؟ والا چیکار کنم فامیلم در افغانستان است، اون یکی والا من قرار است یک سفر اروپا برم، اون یکی چرا من میترسم که مثلا پاسپورت من در فلان جا گرفته بشه. اگر صحابه اینطوری فکر میکردن، اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری فکر میکردن که دیگه این دین به من و شما نمیرسید. هر کس در غم خودش میشد، در غم خانوادهش میشد، در غم زن و بچهش میشد. کی دین را به ما میرساند؟ کی کشورهای ما را فتح میکرد؟ کی ما را مسلمان میکرد؟ فانسان مسلمان، انسان دعوتگر باید یک منهجی رو، یک آیه‌ای رو، یک فرموده الله سبحانه و تعالی رو همیشه سرلوحه زندگی خودش قرار بده. هر دعوتگر در سوره احزاب الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که الذين يبلغون رسالات الله، کسانی که پیام الله سبحانه و تعالی، رسالت الله سبحانه و تعالی را به مردم میرسانند و یخشونه، و از الله سبحانه و تعالی میترسن. فقط از کی میترسن؟ الله سبحانه و تعالی میترسن. ولا یخشون احدا الا الله، و از هیچ کس غیر از الله سبحانه و تعالی نمیترسن. این باید منهج یک دعوتگر، یک مسلمان باشه، یک مؤمن. همه ما مسئول هستیم که این گونه باشیم. و کفى بالله حسیبا، آیا تنها حسابگر اگر الله سبحانه و تعالی باشد کافی نیست؟ غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ کسی دیگر نمیتواند به ما هیچ ضرری برساند. من این حدیث رو برای شما عزیزان بارها در برنامه‌های مختلف آوردم، در موردش صحبت کردم. باز هم در این برنامه مناسبت این سوالی که برادر عزیز و گرامی ما کردن این رو میگم که نه تنها علما، نه تنها دعوتگران، نه تنها سیاستمداران، کسانی که در محافظه کارانی که در حکومت ها هستند، از ترس پست، از ترس مقام، از ترس مال، از ترس جایداد، از ترس پاسپورت خارجی، از ترس نمیدونم کشته شدن، از ترس زندان شدن، این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بخوانند، بشنوند، با خودشون فکر بکنن و اگر یک درصدی هم شک و شبه در این داشته باشن که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما هیچ چیزی نمیرسد، چه خوبی چه بدی، مگر آنچه که الله سبحانه و تعالی خواسته باشد و نوشته باشد. باور به خدا، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، مرگ به سراغتان می آید ولو اینکه در برج‌های بلند خودتان را پنهان بکنید. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اجل که آمد یک دقیقه هم پس و پیش نمیشه. سختی هاشون هم دیدیم، مشکلاتشون هم دیدیم، تهدیدها رو دیدیم، قاتل های کرایه‌ای که فرستاده بودن برای کشتنمان را دیدیم،
زندانشون هم رفتیم، زندانشون رو هم دیدیم، اما به یک یقین رسیدیم که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا.